تخت جمشید نیمه پنهانی هم داره. برای دیدن نیمه پنهان بزرگترین شهر سنگی جهان باید به عمق تاریخ رفت. حدوداً 5-6 متر باید بریم پایین. باید از این پله سخت بریم پایین توی عمق زمین زیر تختگاه تخت جمشید. البته ما زیر این لایه‌های تاریخ تنها نیستیم. تو آبراهی خاوری دروازه ناتمام قرار داریم و در ادامه روند کاوش فصل‌های قبل داریم بخشای مسدود شده کانال‌ها رو کاوش می‌کنیم. هرچند شرایط سخته، اما باستانشناسان کشورمان با یک تیر دو نشان میزنند: لایروبی کانال‌ها و پیدا شدن 11 اسکلت انسانی و 2 اسکلت سگسانان. این اسکلت ها به احتمال خیلی زیاد متعلق به دوران هخامنشی هستند. ضربه شدیدی که به فک این مرد بالغ وارد شده گمانه‌زنی های جدیدی را پیش روی باستانشناسان قرار داده. نه که ما فعلا فکر می‌کنیم با توجه به وضعیت اولیه اسکلت‌ها اینا احتمالاً به قتل رسیدن. رد پای آتش سوزی مهیب اسکندر مقدونی و قتل عام انسانها رو در لایه پنهان تخت جمشید می شود دید. ممکنه بعضی از این اسکلت‌های انسانی مربوط به زد و خوردهایی باشه که در زمان تصرف تخت جمشید به وسیله اسکندر و آتش سوزی این مجموعه وسیله سربازان و ارتش اسکندر زد و خوردهای اتفاق افتاده و بعضی از افراد کشته شدن که اینها رو داخل شبکه کانال ها ریختن. این جمجمه مربوط است به یک خانم جوان. سن، تغذیه، بیماری و پیوندهای ژنتیکی این اسکلت ها در آزمایشگاه تا پایان فصل 4 کاوش مشخص خواهد شد. فصل 4 کاوش آبراههای تخت جمشید تا انتهای شهریور ماه ادامه خواهد داشت. 3 کیلومتر کانال در زیر تخت جمشید وجود داره که تاکنون 2 کیلومتر آن لایروبی و کاوش شده. لایروبی این کانال ها علاوه بر حفاظت بخشی تخت جمشید گوشه ای از تاریخ پرفراز نشیب ایران رو روشن خواهد کرد. محمد حقپرست، خبرگزاری صدا و سیما، تخت جمشید.